سلام. من نمیدونم شما کاپر گلم رو میشناسید یا نه، ولی تنها چیزی که میدونم اینه که یکی از چیزاییه که واقعا تو بازی به درد میخوره. اگه میخوای بدونی چیه باید بهت بگم که کاپر گلم تمیز میکنه چستا رو. دوستان، مراحل ساخت کاپر گلم اصلا سخت نیست. یه دونه فقط بلاک مس رو بری جمع کنی، یه بلاک مس بسازی، یه دونه اینو بذاری روش، ساخته میشه. بعد ساخت این چسته، داخل این چسته یه بلاک اصلا دو تا مدل بلاک میذارید، دو تا چست میذارید مختلف. اینجا خودش تشخیص میده. یکی از باهوشترین مابای ماینکرافت بچه‌ها. ببین میذاره اینجا، حالا چوبه رو برمیداره میاد میذاره اینجا. بچه‌ها باورتون شاید نه، حالا این اشتباهه، داره میبره بذاره اینجا. واقعا دمش هم گرم، بی‌نظیره. این تمام توضیحات بود. کاپر گلم تازه به بازی اضافه شده. ممنون میشم ویدیو رو لایک و چنل منو سابسکرایب کنی اگه خوشت اومد. ممنون میشم.